این تنش‌ها میان آذربایجان و روسیه چند درس برای ما میده. درس اول دفاع کردن از حقوق شهروندان. ببینید وقتی که آذربایجان شهروندانش رو که دو شهرونده دارن از جانب روسیه که او رو روسیه قانونی میشمارد، یک روند پیگیری ناعدالتی در داخل خودش میشمارد، واکنش نشان میدهد آذربایجان و علاوه بر این میاد دو روزنامه‌نگار این کشور را در داخل سرزمین خودش دستگیر میکند. این نشان داده از حماقت، ایستادگی، دفاع کردن از شهروند و از ساکن خودت میباشد. فرقی نمیکند که دو شهروندی 10 شهروندی را دارد. و اگر که ما همچون یک شهروند تاجیکستان این عمل را ببینیم و در چهره دولتدارای خود غلام پرستی و غلام بودنگی را نبینیم، پس برای ما باید ننگ باشد. چرا آذربایجان بتواند از شهروندان خود دفاع کند، ایستادگی کند، ولی مقامات تاجیکستان ما خاموشی را اختیار کنند و هیچ واکنش در تحقیر کردن، در زندان کردن، در کشتن شهروندان ما انجام ندهند؟ شما عمر را فراموش کردید، یک فرزند کوچک که در فدراسیون روسیه تجاوز کرده شد و کشته شد شما فراموش کرد؟ شما مگر فراموش کردین این واقعه ها را؟ حکومت تاجیکستان در این باره چیکار کرد؟ چی کار انجام داد؟ شما فراموش کردید که وقتی در تاجیکستان به خاطر یک خویشاوند رحمانوف دو لیاچیک را دستگیر کردن، روسیه چقدر شهروندان تاجیکستان را دپورت کرد؟ چقدر تحقیر و بازداشت‌ها در روسیه انجام شد تا اینه که دو هواپیما دو لیاچیک روسیه از تاجیکستان آزاد کرده شود. ولی وقتی چنین کارها در تاجیک در حدود روسیه صورت میگیرد، پرزیدنت تاجیکستان در تاجیکستان خاموش است و پاسخ نمیدهد. بیایید یکی از مسئله های کسانی که دو شهروندی دارن در قلمرو روسیه زندگی میکنن مسئله شون رو ببینیم. این اولین خبری است که چنین حالت ها را نشان میدهد. من به سمت شما میرسم. همین برادر تاجیک در فدراسیون روسیه با همسرش که شهروند روسیه دارن، آیا شما با خبر هستید؟ آیا شما اخبار این نفر را خواندید؟ کسی که برایش به خاطری بسیار فرزندی در فدراسیون روسیه خانه تحفه کرده بودند. یادتون هست؟ در شهر میتیشین برای این خانه تحفه کردن. کی فراموش کرد اون خانه را؟ آیا اون خانه را برای شهروند تاجیکستان که شهروند روسیه را گرفته بود و سرفرزند بود خانه را براش دادن؟ نه اینکه آن خانه را برایش ندادن. خانه را برایش ندادن، تحقیرش کردن و دهها تهمت رو نسبتش زدن و الکی نسبتش پرونده باز کردن و میخوان برن زندانش کنن. آیا حکومت تاجیکستان بار در این مسئله یگان کار را انجام داد؟ آیا سفیر روسیه رو در تاجیکستان اظهار کرد؟ آیا نوت سپارید؟ آیا یک شهروند روسیه رو در قلمرو تاجیکستان دستگیر کرد؟ وقتی که حرف ما از عدالت و از دفاع میزنیم باید دفاع کرده شود. چرا آذربایجان توانست از شهروندی که دو شهروندی داشت از شهروندی خود در فدراسیون روسیه ایستادگی کند، دفاع کند و شهروندان روس را بخوابد، دستگیر کند و نشان بدهد که من شهروندم برایم ارزش دارد؟ چرا حکومت تاجیکستان این کارو نمیکند؟ بیایید مطلب رو با هم بخونیم. هدیه‌ای که برای خانواده تاجیک در روسیه دردی سر شد. 3 ماه پس از حمله سخت لفظی در اینترنت به یک خانواده زاده تاجیکستان که مقامات تاجیکستان به او مقامات روسیه به او خانه دادن، سرور این عائله بازداشت شده است. محیدین خالقزاده کمیته تفتیشات روسیه به گمان تلاش برای گرفتن امتیاز از راه قلابی بازداشت کرده است. ماجرای تقدیم خانه از آن شروع شد که حکومت شهری
نژنیکومسک در تاتارستان به خانواده محیدین خالزاده و همسرش ملیکه طائرова که 4 فرزند دارند خانه هدیه کردند. اگرچه آنها زاده تاجیکستان هستند اما شهروند روسیه دارند. عکس تقدیم سرتیفیکت خرید خانه ارزان از دست رمیل مولین شهردار نیژنیکومسک در اینترنت به انتقاد و خشم گسترده شهروندان روسیه روبرو شد. آنها میگفتند که عائله تاجیک سزاوار گرفتن امتیاز نیست، اون خودی ها را مونده به بیگانه ها میدهند. کمک حکومت فقط این بود که خانواده تاجیک هنگام خریدن خانه 35% آن را ارزانتر به دست می آوردند. بعدی هیاهو در اینترنت الکساندر باستریکین رئیس کمیته تفتیشاتی روسیه که از سیاستمداران مهاجرستیز نامیده می شود از مقامات انتظامی خواست که قضیه را تفتیش کنند تا کجای قانونی هست. این گفته بود که مردم احتیاجمندی خانه از مردم تهجایی سالهای دراز در نوبتند، ولی قرار دادن خانه به فایده عائله حل شده است که در گذشته مهاجر بوده است. از این جهت شهروندان به کروپسیا اشاره میکنند. حالا اگر به یک روسی میدادن چون این اتفاق نمی افتاد. ظاهرا زیر این فشار رهبران بلندپایه مقامات انتظامی به تفتیشات قرار درباره تقدیم خانواده مهاجران تاجیک سر کردند. محیدین خالقزاده از 11 سالگیش در روسیه زندگی میکرده است و به همسر و فرزندانش همه شهروند این کشور بودند و ظاهرا هیچ تصوری نمیکرده که کمک حکومت روسیه به سرشان یک بلا میآورد. برادرها ببخشید من چند روز گریپ بودم، از این حالت یعنی کم مشکلی گلو دارم، آب بیشتر بنوشم. این اولین بار نیست که زادگان تاجیکستان شهروندان روسیه را با سبب گرفتن امتیاز و یا خانه مورد پیگر قرار میگیرند. ماه فوریه امسال کمیته تفتیشات روسیه حکومت ناحیه میتیشین را به جوابگری کشیدند که به خانواده تخمینه سمدووا و رمضان رحیموف والدین 7 فرزند خانه تقدیم کرده بودند. بعدا به ضد مادر این خانواده به اتهام قصد جنایت و آمادگی به جنایت و یا تقلبکاری پرونده باز کردند. ببینید این بار اول نیست که به یک خانواده تاجیک در قلمرو فدراسیون روسیه به بهانه‌های گوناگون چیکار میکنند؟ پرونده جنایی باز میکنند. سبب باز کردن پرونده جنایی در چی است؟ تنها در یک چیز، در آنه که این نفر سرفرزند است و در قلمرو روسیه براش امتیاز دادند و نسبتش پرونده باز کردند. چرا در تاجیکستان کاری انجام نمیتن در مقابل روس‌ها؟